بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان عزیز. در رابطه با مدیتیشنی که قبلا توضیح دادم توی ویدیو قبلی، یک سری مسائل دیگه رو میخوام بهش اضافه بکنم. اینی که گفته میشه که شما آیا باید در این مدیتیشن تصوراتی داشته باشید یا اینکه نه باید ببینید. خب درسته، یک سری مراقباتی وجود داره، مدیتیشن هایی هم وجود داره که درش تصوراتی هست. مثلا حالا توضیحاتشون رو نمیدم. مثلا در مدیتیشن یک سری تصوراتی هست که میگن تصور کنید در کنار مثلا جوی آبی نشستید، در جنگلی نشستید، هوایی به صورتتون میخوره و غیره و ذالک. در مراقبات هم تصوراتی وجود داره، یعنی مراقباتی که باید درش تصوری رو انجام بدید، ولی اینها اغلب زمانی انجام میشه که شما به اون درجه رسیده باشید که بتونید اون تصورات رو به صورت خالص انجام بدید. چرا که خود همون تصور کردنم به شکل صحیح و بدون شیله پیله، بدون قطع و وصل شدن، بدون اینکه کم و زیاد بشه بخوای انجامش بدید، اون هم کار بسیار سختیه و سالها به تمرین احتیاج ممکنه داشته باشه. ولی این مراقبه ای رو که توضیح دادم توی ویدیو قبلی، این که شما نباید تصوری رو داشته باشید و باید ببینید، دقیقاً شما به مرور زمان ذهنت قوی میشه، قوی و قویتر و قویتر میشه در طی ماها و سالها، و بعد میتونید این کار رو انجام بدید. دیدن زمانی که شما ببینید اون چیزی که شما حقیقته، اون چیزی که واقعی هست، شما اون رو زمانی که شروع بکنید به دیدن و به نگاه کردنش، خب 100% شما به حقیقت اون چیزی که وجود داره، اون چیز واقعی که وجود داره، شما به اون پی خواهید برد و آن مسائل حقیقی رو خواهید دید در پی این مراقبه یا در پی این مدیتیشن. اما اگر که شما بخواید تصورات خودت رو درش قاطی بکنید، تصورات حقیقی نیستن، تصورات واقعی نیستن، تصورات ذهن ماست. چیزی نیست که ما بگیم حقیقته یا وجود داره یا الان داره اتفاق میفته. بالفرض مثال این یک درختی وجود داره، بنده به این درخت دارم نگاه میکنم، چشمام بازه دارم این درخت نگاه میکنم، خب ولی جای دیگه چشمام میبندم و به این درخت تصور میکنم که دارم این درخت رو میبینم، توی ذهنم تصور میکنم که این درخت رو دارم میبینم. خب این غیر واقعیه. ولی اینی که چشام بازه و دارم خود درخت رو نگاه میکنم، این واقعیه، درختی واقعا وجود داره و من دارم بهش نگاه میکنم. پس این دیدن واقعیت با دیدن تصور فرق بسیار زیادی بینش هست. زمانی که شما چشم ها رو میبندید و توی اون مدیتیشن داخل میشید، آن تاریکی که در ابتدا وجود داره، اون ظلماتی که در ابتدا وجود داره که بعداً تبدیل میشه به نور، این واقعیتیه که وجود داره، واقعیت وجودی ماست که وجود داره که الان در تاریکیه. و ما زمانی که به این توجه میکنیم و بهش داخل میشیم، که البته خب در هر مدیتیشنی، در هر مراقبه، اعمال و رفتار انسان باید تغییر بکنه کاملا. یعنی اون زندگی که قبلا داشتی، حالا گناهی میکردی، کار خطایی میکردی، فلان بیسار، اینا همش باید ترک بشه و بعد اینجور مدیتیشن ها به شما جوابگو خواهد بود. در غیر این صورت زمانی که شما در آلودگی هستید، شما هر چقدر که نگاه بکنید به اون سمتی که چه میدونم بهشت وجود داره، اون بهشت به شما نخواهد رسید، چون خودت در تاریکی هستی. بنابراین خودمون جسمن باید از گناه دوری بکنیم. دوستان ببخشید صدای این بچه گربه است، فکر می‌کنم گوش نشه.
اینجا پیش بنده است، من نگهداری میکنم ازش. تنها بودم، مادرش راهش کرده، ما آوردیم داریم بزرگش میکنیم. خب این چنین بود. پس ما باید به اون زمانی که به تصویر سیاهی که داریم نگاه میکنیم، اگر تصور نباشه و دیدن خالص باشه، اینجا ما داریم به اون حقیقت نگاه میکنیم. خب ما توی این مراقبه چیکار میکنیم؟ پس به اون حقیقتی که وجود داره، واقعیه، اون سیاهی یک واقعیت درون ما که ما میخوایم اون واقعیت داخل بشیم، ببینیم چه خبره، و بعد با پی بردن بهش، با پیدا کردن اون نور واقعی که در دل این سیاهی پنهان شده، ما میتونیم به اون روشنایی دست پیدا بکنیم، به اون نور دست پیدا بکنیم، بهش نزدیک بشیم و یک جورای پرورشش بدیم تا اینکه رشد بکنه. پس این چنینه دوستان عزیز، این فرقش بین حقیقت و چیزی که غیر واقعیه، چیزی که تصوره. اینی که ما میگیم که تصور اگر بکنید یا اینکه ببینید، فرقش دقیقا بین واقعیت و غیر واقعیته. حالا فهمیدن خود این که آیا ما داریم میبینیم یا داریم تصور میکنیم، خود این هفت‌خوان رستم دوستان عزیز. یعنی به این شکل نیست که شما متوجه بشید، شما الان بنشینید به اون مدیتیشن، به اون مراقبه بنشینید و فکر بکنید که دارید همون کار رو انجام میدید. این تلاش زیاد احتیاج داره و بعد زحمات زیادی رو باید انجام داد تا اینکه تو بتونی متوجه بشی که الان من در حال تصور کردنم یا در حال دیدنم. این خودش یه پروسه بزرگیه، یعنی به این راحتی نیست. همونطوری که گفتم بیان کردنش خیلی ساده است، بیان کردنش 4 تا کلمه تمام شد و رفت، ولی عمل کردن بهش رستم دستان میخواد که بتونه به این دست پیدا بکنه، به مراقبات و به مدیتیشن خیلی آشنایی پیدا بکنه، حالاتهای مختلفی رو درک بکنه تا بعد بتونه متوجه بشه که آیا من دارم نگاه میکنم به اون واقعیت، به اون ظلمات، یا این تصور منه، من خودم دارم تصور میکنم، یه صفحه سیاهی توی ذهنم درست شده و دارم پیگیری میکنم درونش. این فرق، این یعنی فهمیدن این فرق خودش بسیار میتونه مشکل باشه دوستان عزیز، و انسان در ابتدا نمیتونه متوجه بشه که آیا من دارم فکر میکنم یا اینکه دارم میبینم اون واقعیت درونی خودم رو. الان من شاهد درون خودم هستم، دارم درون خودم رو نگاه میکنم، یا اینکه نه دارم تصور میکنم که یک صفحه سیاهی وجود داره بالفرض مثال و یا هر چیز دیگه. پس این به این شکل دوستان عزیز، این نکات رو هم خواستم اضافه بکنم تا کسانی که میخوان انجام بدن آگاه به این قضیه باشن، چون ممکنه مدت‌ها تو داری این کار رو انجام میدی ولی در حالی که داری تو تصور میکنی و داری نمیبینی در واقع اون چیزی رو که واقعیته. پس توی ذهن زمانی که داری به اون مدیتیشن نشستی باید حواس جمع باشه که به اون مرحله برسی که بتونی نگاه بکنی، درون خودت رو ببینی. و این دیدن درون حالا چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ همونطوری که گفتم با کارهای درستی که ما در طول شبانه روز انجام میدیم، دروغ نمیگیم، نمیدونم فلان نمیکنیم، بسانه که همه دیگه میدونن این مسائل رو، با وجود این که ما این اعمال رو انجام میدیم و بعد این مراقبات مینشینیم، این کمک میکنه که ارواح درون بدن ما، روح درون جسم ما نورانی و نورانی تر بشه و خودش رو نمایان بکنه. نورانی که هست، این که خودش رو نمایان بکنه، این که بیرون بیاد، خودش رو ظاهر بکنه برای شما و شما
کسبش بکنید، شما بهش دست پیدا بکنید، چون الان در کنترل ما نیست، الان در دست ما نیست. و بعد از این که شما شاهدش بودید میتونید یعنی شاهدش باشید و با کمک مراقبات و مدیتیشن شما به عمق اون تاریکی وارد میشید و پیداش میکنید و زمانی که شما اعمال خوبی رو دارید در زندگیت انجام میدید این پیدا کردنش برای شما سهلتر و آسانتر خواهد شد. پس تمام این نکات رو باید توجه بکنید برای کسی که حتی یک راهب هندو هم یک راهب هندو که حالا هندوها زیاد نمیدونم زیاد یعنی میدونم زیاد به فکر پاکی و پاک بودن نیستن، ولی خب هستن توی راهب‌های بودایی مثلا یه مقدار بهترن. اینی که مثلا حالا یه زندگی پاکیزه تری داشته باشه، اینی که مثلا دنبال فلان نباشه، دنبال جسمیاتش نباشه، اینجور اونجور، و بعد به یک چنین مدیتیشن هایی می نشینند که متاسفانه چون مسلمون نیستند خب نمیتونن که تا درجات بالایی اینجور مسائل رو کسب بکنن، چرا که تمام این مسائل رو خداوند آفریده، خالقش خداونده و خداوند اون طبق اون راهی که فرموده میپسنده که یک شخص یک انسان یک مسلمان بتونه پیشرفت بکنه و نزدیک بشه به درون خودش و نزدیک بشه به خداوند. ولی اگر که شما کافر باشید نسبت به چه میدونم از کار کافر باشید به قرآن یا اینجور مسائل، خب این برای شما سخت خواهد شد و نمیتونید دست پیدا بکنید به اون جایی که متعلق به خداونده و کلیدهاش رو هم به ما داده و شخص از این کلیدها رو نداره و یا نمیخواد استفاده بکنه، بنابراین تا یک درجه کمی پیشرفت میتونه بکنه تو این مسئله تا اون جایی که حقش هست، تا اون جایی که در خط قرمزش هست، در این خط قرمزی که براش خداوند کشیده، تا اونجا شاید بتونه داخل بشه و پیشرفت بکنه، ولی بیش از اون خیر. و اینها قانونهای خودش رو به هر حال داره و ما مسلمان ها ایمان داریم که خالق تمام این دنیا یک خداوند یکتاه که قرآن رو نازل کرده و ما میتونیم به این روش ها به خداوند نزدیک بشیم یا درون خودمون کشف بکنیم یا روح خودمون رو نورانی بکنیم و در واقع بیرون بکشیم و شاهد باشیم. دوستان عزیز لطفا ویدیوها رو همچنان حمایت بکنید، لایک بزنید، کامنت بگذارید، سابسکرایب هم اگر نذارید لطفا سابسکرایب بکنید. برای بنده حقیرم حتما دعا بفرمایید. در پناه خداوند باشید.